در دهات بنام خدای رجب فی ناحیه واسه روز استراحت در حشر نیالشنونی شفت شاهراه واسه خوالنگ که با پیشنهاد جماعت دهات گذرانده شد در صف جوانان نفرانی در باغکاری تجربه داشته اشتراک نمودند. زبیدالله محبتوف سابقه‌دار مهنت در سمت باغکاری نیم عصر زیاد شغل ورزیده در این سمت تجربه بوی دارد. این درخت‌ها رو برای مقصد می‌شنیم که هم باز هوا سودا شود، هم زیب زینتی همین راه بدروده، هم از همین فرزنده و نوسته و نبیروی ما استعمال کنم. با این مقصد همین در باغ دو طرف شورا در باغ تشکیل کردیم، شنونده هستیم. مقصد هم که همینجا آبادی شود، یک کس راهگذر کسی بگذاره بگه که همین قشلاق در حرکت آدم‌های موسفیدان گفتند که این موضع زمین‌های دهه پوشال مویانه سنگلاخ بوده برای سبزانیدن نیال‌ها زحمت طلب است. از این رو رهبریت جماعت دهات در شنانیدن هر یک نیال سراسیمه نشده طبق قاعده‌های باغکاری عمل نمودند. طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت که در پیام امساله‌شان گفته گذاشتند در جماعت دهات خدای رجب ناحیه واسه امروز محرکه نیال شنونی رفته ایستاده است. زیاده از 200 بیخنی‌های میوه‌دهنده از آن جمله توت، چهارمغ محلی و چهارمغ خیتایی و 200 نمود درخت سایه‌افکن، ارچه، سوزنبرگ و کیپاریس موافقه کرده با عالمان جوان ناحیه بوسه موافق قاعده‌های اگروتکنیکی آب، پارو، فسفر ارائه کرده شدند. جماعتچیان با باوری گفتند که در پرورش منبعه نیال‌ها توجه زیاد ظاهر نموده این قطعه شاهراه را که درآمدگاه به دهه پوشانی میان است سیمایش را باز هم زیبا و دیدنی می‌نمایند. مقصد همینه که ایرا نگاه بین کنیم که بسازم با حاصل بیاید. اگر یا نگاه بین نکنیم شنوندن ما بفایده. یکی حرکت میکنیم که با بعضی آدم متصدی مونیم که دو طرف روده همه را با آب اخلاً با آب تامین کنیم. در این روز با برگزاری حشر نیال شنونی سپارش سروزیر جمهوری که عاید آبیاری نمودن زمین‌های غله‌دانگی پایگاه‌های آبکشی این دهات به کار درآورده شده دهقانان با آبیاری زمین‌های گندم شروع نمودند. با این موضعی که حشرچیان نیال شنونیدند با اینجا هم آب آمد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهور از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید